تصور کنید وسط اقیانوس منجمد جنوبی گم شدید. جایی که آبش نزدیک 0 درجه است و هیچ انسانی قرار نیست اون پایین زنده بمونه. سرتون رو میبرید زیر آب. با این تصور که خب نهایتش چند تا ماهی کوچیک میبینم دیگه. اما به جاش موجوداتی رو میبینید که انگار کاملا از یک دنیای دیگه اومدن. عنکبوت‌هایی با پاهایی بلندتر از یک سگ. عروس‌های دریایی که فقط شاخک‌هاشون از نهنگ‌ها هم بلندتره. اینجا جاییه که سرما زندگی‌ها رو نکشته، بلکه باهاشون هیولا ساخته. اینجا توی این محیط سرد و عجیب بهترین تفسیر اینه که انگار تکامل کاملا ترمز بریده. پدیده‌ای که خیلی‌ها اصلاً ازش خبر ندارن، چون فقط توی سردترین اقیانوس‌های زمین اتفاق میفته. طبیعیه که آدم فکر کنه توی جایی که همه چیز یخ زده و غذا کمه، حیوونا باید هر چی میتونن کوچیک‌تر بشن تا انرژی کمتری مصرف کنن. ولی اینجا دقیقاً برعکسه. تقریباً همه موجودات این منطقه تبدیل شدن به یک نسخه سوپر سایز خودشون. کوچیک‌ها بزرگ شدن و بزرگ‌ها غول شدن. حالا چرا اصلاً همچین چیزی اتفاق میفته؟ برای فهمیدن بزرگجستگی قطبی بذارید اول واضح‌ترین مثالش رو ببینیم. ماهی مرکب کلوسال. احتمالاً همون اول توی ذهنتون میگین این دیگه همون غول‌پیکری اعماق دریاهاست. ولی ماجرا اینقدر ساده نیست. ماهی‌های مرکب کلوسال تقریباً فقط دوربر جنوبگان یا همون قطب جنوب پیدا میشن. تو آب‌هایی که دماش نزدیک 0 درجه یا حتی پایین‌تر از اونه. به خاطر شوری آب، اقیانوس دیگه یخ نمیزنه. ولی در هر حال برای هر موجود زنده‌ای سردی وحشتناکیه. واسه همین این ماهی‌های مرکب مجبور شدن خودشون رو با این جهنم یخی وفق بدن. از نظر علمی کلوسال در واقع یک نوع ماهی مرکب شیشه‌ایه. خانواده‌ای که اسمشون رو از بدن شفاف و شیشه‌ایشون گرفتن. اما خب کلوسال اصلاً شبیه یک موجود شیشه‌ای نیست و توی محیطی به این سردی شفاف بودن اونقدرها هم به کارت نمیاد. بدن کلوسال شفافیتش رو با یک لایه گوشت ضخیم عوض کرده که مثل عایق عمل کنه و گرما رو بهتر نگه داره. ولی نکته اینه که با وجود این هنوز هم مخفی کار مونده. پوستش قرمز تیره است و این رنگ نور بیولومینانس رو جذب میکنه، یعنی همون نوری که موجودات زنده زیر آب تولید میکنن. و این به این معنیه که اونا رو منعکس نمیکنه. این یعنی عملاً توی تاریکی هیچ وقت نمیفهمی که از کجا خوردی. وقتی اینقدر غول‌پیکری عملاً شکارچی طبیعی زیادی نداری جز گهگاهی یک نهنگ عنبر. واسه همین بدنش بیشتر برای یواشکی حمله کردن طراحی شده تا فرار کردن. اما هنوز جواب یک سوال مونده که چرا این آبزیان اینقدر گنده شدن؟ جوابش توی غذا نیست، بلکه توی خود آبه. آب سرد اکسیژن خیلی بیشتری نسبت به آب گرم در خودش نگه می‌داره. برای هر موجود زنده‌ای هرچی بدن بزرگتر باشه، سلول‌ها اکسیژن بیشتری هم لازم دارن. توی آب‌های گرم اکسیژن اونقدر زیاد نیست که از یک بدن خیلی بزرگ پشتیبانی کنه. اما وقتی توی آب نزدیک 0 درجه زندگی می‌کنی، انگار اکسیژن برات نامحدوده. اینجا دیگه محدودیت اکسیژن که توی جاهای دیگه جلوی بزرگ شدن موجودات رو میگیره، تقریباً برداشته میشه. همین باعث شده طی میلیون‌ها سال اون ماهی‌های مرکب شیشه‌ای کوچولو کم کم تبدیل بشن به یک هیولای واقعی. ماهی‌های مرکب کلوسال چون هرچی بزرگتر می‌شدن هم گرمای بهتری نگه می‌داشتن و هم انرژی رو بهتر ذخیره می‌کردن، تکامل عملاً بزرگشون کرده. یک نکته جالب دیگه هم اینه که کلوسال فقط قضیه غول‌پیکری قطبی رو نداره. یک جورایی 2 تا غول‌پیکری رو با هم داره. حتی غول‌پیکری اعماق دریا هم اینجا دخالت داره. چون اینها از ماهی‌های مرکب معمولی هم عمیق‌تر زندگی می‌کنن. پس هم عمق زیاد و هم آب خیلی سرد نتیجه شده یکی از بزرگترین بیمهرگان روی زمین. طولشون همیشه از ماهی‌های مرکب بیشتر نیست، ولی وزنشون بله بالای 400 تا 500 کیلوگرمه. یعنی تقریباً 2 برابر بعضی از ماهی‌های مرکب. حالا ممکنه بگید خب این فقط یک مثاله. از کجا معلوم سردی آب واقعاً باعث غول شدنشون بشه؟ بذارید یک مورد دیگر رو بررسی کنیم. عنکبوت دریایی. این چیزی که توی تصویر می‌بینید یک عنکبوت دریایی معمولیه که توی صخره‌های مرجانی پیدا میشه. جزء گروهی به اسم پیکنوگونیت هاست، نه عنکبوت‌های واقعی. معمولاً اندازه‌شون حدود 1 تا 2 سانتی متره. یعنی تقریباً اندازه یک عنکبوت خونه‌ای معمولی. اما اگه همون موجود رو بری توی اقیانوس جنوبگان پیدا کنی، یک چیز کاملاً دیگه می‌بینی. عنکبوت دریایی با دهانه پای بیش از 60 سانتی متر. این عنکبوت از همون خانواده است
و همون تبار، ولی یک نسخه کاملا غولاسا. اینجا هم همون قانون حاکمه. آب سرد مساوی اکسیژن بیشتره. این موجودات اکسیژن رو از سطح بدن و مخصوصاً از پاهاشون میگیرن. برای همینه که پاهاشون اینقدر دراز و لاغر رو کشیده است. هرچی پاها بلندتر و سطح تماس بیشتر میشه، اکسیژن هم بیشتره. نتیجهش هم شده یک بدن خیلی بزرگ با پاهای غیر عادی بلند. این عنکبوت‌ها مثل خرچنگ و لابستر دعوایی و عضلانی نیستن، ولی هنوز در عین حال شکارچی‌ان. روی کف دریا یواش یواش راه میرن. پاهاشون مثل چوب اسکی از روی اسفنج‌ها، مرجان‌ها و ستاره‌های دریایی رد میشه و بعد با اون خرطوم بلندشون مثل نی میچسبن به یک ستاره دریایی و داخلش رو مثل میلکشیک میمکن. اما اینجا ستاره‌های دریایی هم خودشون غول‌پیکرن. بعضی ستاره‌های دریایی جنوبگان اصلاً شبیه چیزی که توی ذهنمون هستن نیستن. به جای 5 تا بازو ممکنه 30 تا، 50 تا یا حتی بیشتر بازو داشته باشن. اینها هم شکارچی‌ان و حتی ستاره‌های دریایی دیگر رو هم میخورن. و اینجا یک جورای قانون جنگله. هر کی بازوی بیشتری داره شانس بیشتری برای بقا داره. جالبتر اینه که همین ستاره‌های دریایی قطبی میتونن بالای 40 سال عمر کنن، در حالی که خیلی از ستاره‌های دریایی توی آب‌های گرم حدود 5 سال بیشتر زنده نمیمونن. این هم باز نتیجه همون شرایط سرد و متابولیسم کند و غول‌پیکری قطبیه. قدرت این پدیده به حدیه که رکورد طولانی‌ترین حیوان روی زمین رو هم داده به یک موجود قطبی، یعنی عروس دریایی یال شیر. اگه طول شاخک‌های این عروس رو با یک نهنگ آبی مقایسه کنید، می‌بینید از نهنگ هم بلندتره. البته از نظر جرم و وزن نهنگ آبی هنوز پادشاهه، ولی از نظر طول یال شیر جلو میزنه. اگه هم خانواده‌اش مثل عروس دریایی که توی آب‌های گرم زندگی میکنه رو ببینی، میفهمی که چقدر فرقشون زیاده. اونها چون توی آب‌های گرم زندگی میکنن، هیچ وقت مجبور نشدن اینقدر غولاسا بشن. تا اینجا هرچی دیدیم موجودات بزرگ و ترسناک بودن و اکسیژن زیاد هم توضیح خوبی براشون میده. اما داستان فقط اکسیژن نیست. سرد بودن آب یک اثر دیگه هم داره و متابولیسم رو شدیداً کند میکنه. بدن موجودات تو این سرما با سرعت خیلی کمتری کار میکنه. برای همین یک بدن بزرگ از نظر مصرف انرژی به صرفه تر میشه. یعنی نسبت مصرف انرژی به وزن بدن پایین تر میاد. و از اون طرف خود این اقیانوس هم خیلی پایداره و دماش تقریبا همیشه همونه. حتی فشار هم اینجا تغییر عجیب و غریبی نداره. توی این اقیانوس شکارچی‌های بزرگ نسبتاً کمن و این یعنی هیچ کس مجبور نمی‌کنه حتما کوچیک و سریع باشی. میتونی راحت بزرگ، کند و زره پوش باشی. دقیقاً همون استراتژی که ماهی مرکب کلوسال انتخاب کرده. اینجا ممکن از خودتون بپرسید علت بزرگی خرس قطبی هم دیگه غول‌پیکری قطبیه یا پنگوئن امپراتور که از خیلی از پرنده‌ها درشت‌تره؟ جواب واقعاً کوتاهه. نه. اونا قضیهشون فرق داره. غول‌پیکری قطبی مخصوص حیوانات خونسرده، یعنی اونهایی که دمای بدنشون رو محیط تنظیم میکنه و اکسیژن رو مستقیما از آب میگیرن. واسه اینها آب سرد یعنی اکسیژن بیشتر، متابولیسم کندتر و عدم نیاز به تولید گرمای زیاد. ولی پستاندارها و پرنده ها خونگرمن، یعنی بدنشون باید همیشه گرم بمونه، چه بیرون سرد باشه و چه گرم باشه. اینها توی سرما باید مدام کالری بسوزونن که یخ نزنن و هرچی بیشتر بدنشون بزرگ باشه، گرم نگه داشتن این بدن هم انرژی بیشتری میخواد. توی مناطق قطبی غذا اونقدر زیاد نیست که یک موجود خیلی عظیم و جثه رو ساپورت کنه. پس چرا با این شرایط خرس قطبی یا پنگوئن امپراتور باز هم بزرگن؟ اینجا یک قانون دیگه وارد میشه به اسم قانون برگمن. طبق این قانون جانوران خونگرم توی مناطق سرد معمولاً جثه بزرگتری نسبت به هم‌نوعاشون توی مناطق گرم دارن. دلیلش هم اینه که بدن بزرگتر حرارت رو دیرتر از دست میده. اینجا سطح بدن نسبت به حجم کمتر میشه و گرما دیرتر خارج میشه. برای همین خرس قطبی از خیلی از خرس‌های دیگه بزرگتره یا پنگوئن امپراتور از خیلی از پرنده‌های استوایی درشتره. ولی این رشد اندازه حدی داره، چون هرچی بزرگتر بشی مصرف غذا هم بالا میره و اینجاست که توی قطب محدود میشی. همین داستان برای ماموت‌های پشمالو هم بود.
اونها بزرگ بودن که گرما رو نگه دارن، ولی نه در حد موجودات غول‌پیکر قطبی خونسرد. حالا برگردیم به کوچیک‌ترها. حتی موجودات ریزی مثل پلانکتون هم نسخه غول‌پیکر خودشون رو توی قطب دارن. کوپه‌پودهای قطبی که یک جور زئوپلانکتون محسوب میشن، توی جنوبگان تقریباً 10 برابر سنگین‌تر از کوپه‌پودهای مناطق گرمسیری هستند. بیشتر کوپه‌پودها اونقدر ریزن که بدون میکروسکوپ به زور دیده میشن. معمولاً زیر 1 میلیمترن. ولی کوپه‌پودهای قطبی میتونن تا 1 سانتیمتر هم برسن. یعنی اونقدر بزرگ که با چشم معمولی هم راحت ببینیشون. برای ما شاید چیز خاصی نباشن، ولی توی دنیای پلانکتون‌ها اینها حکم غول رو دارن. اما نکته عجیب اینه که توی همین محیط همه موجودات غول‌آسا نشدن. یک عده برعکس ریزتر شدن. پدیده‌ای که اسمشو گذاشتن کوتولگی قطبی. این خیلی کم پیش میاد، ولی بعضی ماهی‌های قطبی مثل بعضی از گونه‌های آیس فیش یا اسنیل فیش از فامیل‌های گرمابی خودشون کوچیک‌ترن. اما چرا؟ چون توی محیط‌های خشن همیشه هم غذا به اندازه نیست. بعضی وقتا فقط چند ماه در سال غذا جور میشه. واسه همین بعضی گونه‌ها این مسیر رو رفتن که بدنشون کوچیک بمونه، سریعتر بالغ بشن و زودتر تولید مثل کنن و با کم غذایی طولانی مدت هم دووم بیارن. این گزینه شاید به جذابیت هیولای دریایی شدن نباشه، ولی از نظر بقای گونه استراتژی هوشمندانه‌ایه. یک اثر دیگه عجیب سرما اینه که فقط شکل موجودات رو عوض نمی‌کنه، بلکه سرعت خود تکامل رو هم کند می‌کنه. تو این آب‌های سرد همه چیز کند میشه، از واکنش‌های شیمیایی گرفته تا رشد و تولید مثل. بعضی از این حیوانات یک نسلشون ممکنه دهه‌ها طول بکشه. همون ستاره‌های دریایی که گفتیم به جای چند سال چند 10 سال زنده میمونن و توی این شرایط تکامل هم حرکت آهسته تری پیدا میکنه. نتیجهش هم این شده که خیلی از گونه‌های قطبی تقریبا شبیه اجداد میلیون‌ها سال پیش خودشون موندن. یعنی یه جورایی بهشون میشه گفت فسیل زنده. بعضی از عنکبوت‌های دریایی، توتیاها و حتی بعضی از ماهی‌ها از زمان‌هایی تقریبا ثابت موندن که هنوز انسان روی زمین نبود. توی جنوبگان نه فصل‌ها خیلی عوض میشن، نه محیط دگرگونی شدیدی داره. موجودات اینجا میلیون‌ها سال توی شرایط نسبتاً ثابت زندگی کردن و وقتی محیط تغییر نکنه، فشار زیادی هم برای تغییر پیدا نمی‌کنه. اینجا هر کی با این سرما و این وضعیت کنار اومده همونطور مونده، ولی همین ثبات بزرگترین نقطه ضعف این اکوسیستم هم هست. وقتی همه چیز روی این ساخته شده که همیشه همه چیز مثل قبل باشه، یک تغییر کوچیک هم میتونه سیستم رو به هم بریزه. همین که آب یکم گرمتر بشه، قوانینی که این غول‌ها رو ساخته شروع میکنه به فروپاشیدن. بدن این موجودات دقیقاً برای آب خیلی سرد، پر از اکسیژن و پایدار تنظیم شده. اگر آب گرمتر بشه، اکسیژن کمتر میشه، متابولیسم سریعتر میشه و یک دفعه این بدن غول‌آسا از یک مزیت تبدیل به یک مشکل بزرگ میشه. انگار که توی بدن گیر افتادی و اگه اونا رو بیاریشون توی اقیانوس‌های گرم و آفتابی، همون چیزی که از بیرون برای ما قشنگه براشون حکم مرگ رو داره. همین الان هم نشونه‌هاش دیده میشه. هرچی اقیانوس‌ها دارن گرمتر میشن، سطح اکسیژن هم داره کمتر میشه و موجوداتی که مخصوص سرما تکامل پیدا کردن کم کم گوشه رینگ گیر میافتن. تحقیقات نشون داده توی جاهایی که آب کم گرم شده، اندازه حداکثری عنکبوت‌های دریایی کمتر شده. برای اونهایی مثل ماهی مرکب کلوسال که مطالعهشون سخت‌تره، احتمالاً همین خطر وجود داره که یا در نهایت کوچیک‌تر میشن یا کلاً نابود میشن. از یک طرف شاید خیالمون راحت باشه که این هیولاها ته دریان و عملاً هیچ تهدیدی برای ما نیستن. تا امروز آمار مرگ و میر انسانی توسط ماهی مرکب کلوسال 0. در نهایت باید بگیم تأثیر سرما روی تکامل یکی از عجیب‌ترین و غیرمنتظره‌ترین راه‌هاییه که باعث غول‌پیکری شده. و اینجا اقیانوس یک صدا داره: اگر من رو منجمد کنی، زندگی خاموش نمیشه، بلکه فقط غول‌پیکرتر میشه.